نشست مطبوعاتی ما طبق قرار شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی ترکستان برگزار می شود که شورای سیاسی تصمیم گرفت در این نشست مطبوعاتی نظر و موقع حزب در رابطه با حادثه بسیار هم رنگین و دهشتناک لطکوب معاون رئیس حزب نهضت اسلامی ترکستان بیان کرده شود. شورای سیاسی حزب این حادثه ناجوانمردانه را شدیداً محکوم می‌کند و اون را یک عملی از قبل تقریضی شده علیه حزب نهضت اسلامی ترکستان می‌داند و این جنایت ادامه همان جنایت‌هایی هست که قبلا هم علیه حزب تقریضی شده بودند و متأسفانه نسبت حکمت‌الله سیف‌الله زاده سردبیر نجات 2 سال قبل چنین حادثه رخ داده بود و متاسفانه تا امروز عاملان این جنایت آشکار نشدند و حادثه‌ای که روز جمعه نسبت معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رخ داد بیانگر آن است که واقعا در جامعه ما در کشور ما هستند نیروهایی که با عمل کردن چنین جنایت‌ها می‌خواهند وضعیت را ناآرام کنند، فتنه را در جامعه بیاندازند و بخصوص مناسبت‌های بین حکومت جمهوری تاجیکستان، رهبریت کشور و حزب نهضت را خلال‌دار کنند. باید گفت که به این هم مناسبت‌ها چندان ساده و هموار نیست. ما خیلی تأسف می‌خوریم از اون که روحیه سازش و همدیگر فهمی که بعد از امضای سازشنامه صلح در سال 97 در جامعه ما طمین انداز بود، در این سالهای آخر یک کمی خدشه‌دار شد. پیدا شوی پروتکل 3220 و اگرچه کسی تایید نکرد و تصدیق نکرد صحت داشتن چنین پروتکل‌ها رو، ولی عملاً رفتارهایی که مقامات و مسئولین نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در محل‌ها کرده ایستادند بیانگر آن است که چنین یک اگر سندها هم که نباشد چنین یک تصمیم‌های نسبت حزب گرفته شده است و این تاثیر خود را در وضع عمومی کشور در مناسبت حکومت با حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رسانیده بود و بعضی دایره‌ها با استفاده از این فضا میخواهند که باز هم این مناسبت‌ها را بیشتر خدشه‌دار کنند و خوب درک کردن که اگر نسبت یگان مقامات
اگر جنایت صادر شود اولین شک و شبهه بالای سابق اپوزیسیون میافتد و خوب میدونم که اگر نسبت سابق اپوزیسیون به خصوص حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هر اقدامی گرفته شود اولین شبهه بالای مقامات دولتی میافتد و با استفاده از این فرصت بعضی دایرها میخواهند که وضعیت کشور را ناآرام کنند به خصوص در عرصه چاره‌بینی‌های مهم. من فکر میکنم که وقتی انجام این جنایت بیهوده و تصادفی انتخاب نشده است قبل از پیام پرزیدنت و در عرصه برگزاری چاره‌بینی‌های مهم سیاسی انتخابات پرزیدنتی که در ماه نوامبر برگزار می‌شود. وقتی که ما درباره عامل‌ها و دایره‌هایی که در پس این جنایت‌ها هستند صحبت می‌کنیم نباید بدون تحقیق، تفتیش و دلیل صحبت کرد. هر چیزی که گفته می‌شود تنها این تخمین هست و تنها تفتیشات و مقامات معین خواهند کرد که کیها هستند در پس این جنایت. اینها میتوانند دایره‌های باشند که بیرون از کشور قرار دارند و میخواهند وضعیت را ناآرام کنند و چون این دایره‌ها حتی میتوانند که در داخل خود حکومت هم باشند. ما حکومت را نباید یک تن و یک جسم بدانیم. بعضی از دایره‌ها، بعضی از مسئولین و شخصیت‌ها نمیتوانند در یک حالت آرام و طبیعی خود را نشان بدهند و ضرورت خود را در مقامات اثبات کرده توانند. برای آنها یک شرایط همیشه ناآرام لازم است تا اینکه رهبریت کشور و جامعه احساس کند که همیشه به این کشور خطر تهدید وجود دارد و باید که بالای این گروه‌های حساب کرد. برای همین ما حالا هیچ دلیل در دست نداریم که اشاره به این اون طرف کنیم، ولی هر کی نباشد چی در دولانهای حکومت و چی در بیرون از کشور انیق است که این گروه ها خواهان صلح و آرامش در تاجیکستان نیستند و میتوان گفت که خیانت به ملت، به کشور و به آرمان‌های ملت تاجیک کرده ایستادند. ما تقاضا میکنیم شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیش از همه از رهبریت کشور که نسبت این حادثه و دیگر حادثه‌هایی که علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان راه اندازی شدند به توجه نباشند، زیر نظارت قطعی گرفته شود و تصور کنند که معاون رئیس یک حزب سیاسی کشور مورد سوء قصد قرار گرفته است و می توانست این حادثه نسبت معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هم انجام شود که رهبر کشور رئیس حزب هستند. خودشان را یک مرتبه همچون رئیس حزب سیاسی تصور کنند و تصور کنند که نسبت معاونشان چنین یک حادثه انجام شده است. خواهش می‌کنیم با جدیت تمام مناسبت کنند نسبت این قضیه و اینچنین از وزارت کارهای داخلی و پروکراتورای کشور که دو نهاد مسئول اساسی آشکار کردن جنایت‌ها هستند خواهش می‌کنیم که جدی‌تر مناسبت کنند، نه مثل پرونده آقای سیف‌الله آزاده و دیگر حادثه‌های لط و کوب ژورنالیستان و دیگر اندیشان سیاسی. تا امروز وزارت داخلی تاجیکستان نسبت این پرونده که از روز جمعه مشغول کار بودند از نگاه ما خوب کار کرده است. ما باید از روی انصاف صحبت کنیم که معاون وزیر کارهای داخلی جنرال لتنان سبزوف و رئیس شعبه کارهای اداره کارهای داخلی شهر جنرال میار بوزمکو در جای حادثه حاضر شدند، با ما صحبت داشتند و احساس می شود که پرونده رو به طور جدی تفتیش کرده ایستادند و امید داریم که همین جدیت در تمام روند تفتیشات رعایت خواهد شد. این مسئله تنها مسئله باز کردن یک جنایت عادی نیست، بلکه مسئله شأن و شرف خود مقامات قدرتی تاجیکستان هم هست و باید شهروندان احساس امنیت کنند، آرامش کنند. وقتی که در شرایطی که یکان پرونده جنایی نسبت
حزب و حرکت‌های سیاسی، روزنامه‌نگاران و دیگر اندیشان سیاسی باز نمی‌شود، جنایتکاران به جزا کشیده نمی‌شوند، واقعاً همه حزب‌های سیاسی و همه شهروندان به خصوص کسانی که نگاه دیگر به فعالیت حکومت و جامعه دارند احساس خطر خواهند کرد. برای همین در شرایطی که واقعا سطح جنایتکاری در کشور بالا رفته است و وقتی آن رسیده است که مسئولین مقامات قدرتی تاجیکستان توانمندی و قدرت خود را واقعا نشان دهند. وقتی که طفل ربوده می شود آشکار نمی شود، وقتی که یک فعال سیاسی معاون رئیس حزب لطوکوب می شود جنایتکار پیدا نمی شود و ده ها جنایت های دیگر صادر می شوند بدون جزا دیدن عاملان آن. سوال به وجود میاد که پس این همه مقامات قدرتی و این همه نیرو برای چی لازمند؟ تنها برای جریمه کردن رانندگان و تفتیش حزب‌های سیاسی یا برای پیشگیری از جنایتکاری و جزا دادن جنایتکارهای واقعی؟ چون وقتی که درباره تفتیش حزب‌های سیاسی گفتیم واقعا وقتی آن رسیده است که مقامات قدرتی تاجیکستان و دیگر نهادهای دولتی بیشتر فعالیت خودشان را برای تأمین امنیت، ثبات و انجام مسئولیت‌هایشان در تمام کشور روان نکنند. در 2 روز اخیر تنها در دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان 5 مقامات دولتی برای تفتیش آمدند در همین هفته گذشته، در 2 روز. خب اگر ما وزارت کارهای داخلی را حساب نمیکنیم در این حساب نیست، چون اونها واقعا برای تفتیش این حادثه ننگین آمده بودند و باید می آمدند. ما خوش هستیم از فعالیت کارمندان وزارت داخلی در همین پرونده، ولی وقتی که پی هم و در یک روز 3 مقامات، هم مقامات انداز و هم ساختار خاموشکنی و هم مقامات سانیتری و آب، خب درست است اونها باید تفتیش کنند بسنجند، ولی چرا در دوام 2 روز و همه با هم؟ این معنی آن را دارد که دقت مقامات در این شب و روز به یک طرف روانه کرده شده است و از این کار جنایتکاران واقعی استفاده برده شدند، چون نیروی مقامات قدرتی نمی‌رسد که همزمان هم حزب‌های سیاسی و هم فعالان سیاسی را تفتیش کنند، زیر نظارت بگیرند و هم علیه جنایتکاری و دیگر گروه‌های قانونشکن نیروی کافی داشته باشند. بنابراین شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان مسئله گذاشت که باید به واسطه به رهبریت کشور مراجعه کرده شود که خودشان زیر نظارت بگیرند و مقامات دولتی به خصوص وزارت کارهای داخلی و پروکراتور هم بیشتر در آشکار کردن این پرونده سهم بگذارند. چون با مسئله فعال شدن مقامات دولتی در اینجا سخن رفت، باید یک نکته را هم ذکر کنم که خود همون روز جمعه ما احساس میکردیم که یک حالت نه چندان سالم در اطراف فعالیت حزب هست. به عنوان وزیر کارهای داخلی نامه فرستاده بودم و از ایشان درخواست کرده بودیم که ما در پیش یک چاره‌بینی مهم داریم، 40 سالگی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، و خواهش کردیم که مسائل امنیتی و دیگر چاره‌بینی‌های حفاظتی برای خوب و در یک حالت آرام گذاشتن این چاره‌بینی دیده شود و امید داریم که وزارت کار داخلی و دیگر مقامات در این سمت به ما کمک خواهند کرد. و البته وقتی که ما درباره پهلوهای مثبت کار مقامات صحبت میکنیم، باید که بعضی اشاره به پهلوهای منفی کار هم کرده شود. علاوه به این درخواستمان از وزیر کارهای داخلی، خود همین صبح ما به طور خطی از رهبریت مجلس نمایندگان تقاضا کردیم که رهبریت وزارت کارهای داخلی به مجلس نمایندگان دعوت کرده شود برای شنیدن اخبارات درباره وضع قانونشکنی و
رعایت قانون در کشور، چون واقعا ما رو نگران کرده است و خیلی همون بیگاهی که ما در ایالت برادرمون محمد علی حی بودیم در بیمارستان قره‌بالا، اصلا اونجا تبدیل به یک حالت شده بود که طبیبان فرصت نداشتند که شخصان جبر دیده لطوکوب شده مجروح رو طبابت کنند، معاینه کنند و خود طبیب شکایت میکرد، میگفت که من نمیدونم دیگر کجا رفته استودیو، چون در همون پیش ما جوان طلبه صنف 9 صنف 10 رو با کار زده کشته است. دختری رو آوردم که همش پوری خون بود، مجروح بود و واقعا یک حالت بسیار تأسف انگیز است. وقتی که این حادثات زیاد بشوند باید واقعا مجلس نمایندگان توجه ظاهر کند و بپرسد از مسئولین که چرا سطح جنایتکاری بخصوص در بین جوانان بیشتر شده است. البته از نظر ما اون حادثه که در ناحیه حصار رخ داد دور نخواهد ماند و ما در نامه رسمی خود مسائل درج کردیم که رفتار بداخلاقانه که نسبت وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب از طرف مقامات کارای داخلی در ناحیه حصار شد واقعا نزد یک کشور دموکراتی که ولایت قانون در آن جاری هست، نه زیبی چنین کشور است، نه زیبی مقامات داخلی و نه زیبی پارلمانت و وکیل مجلس نمایندگان. و از جناب وزیر هم تقاضا می شود که نسبت این پرونده، نسبت این مسئله به تفاوت نباشند و چاره‌بینی لازمی رو انجام بدهند. خب همین بود نظر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نسبت این حادثه و اگر سوال‌هایی باشد ما در خدمت شما هستیم. بفرمایید دوستان، کدام کسی آقای سوال هست؟ زمینه شما بگید یا میشمارید خب میشنم ولی شاید برای دیگران این مدامی که شما در رابطه با ناحیه حصار هم یادآور شدید اگر لطفا استاد میگفتید که در کدام از منطقه تاجیکستان باز فشار و تعقیب است و در کدام از منطقه تاجیکستان حزب اعضایان حزب نتوانستند جلسات خود را برگزار کنند. اخیرا تشکر. ما فقط یک دو نمونه را به شما گفتیم ولی احساس می شود که در سراسر کشور یک سیاست متمرکز و یگانه نسبت فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان راه اندازی شده ایستاده است و ما در جلسه اخیر ریاست عالی که در همین تالار برگزار شد گزارش تمام منطقه را شنیدیم. بدخشان، سوخت، ختلان، شهر دوشنبه و ناحیه